میدونی چرا تو نتنز نیروگاه اتمی ساختن؟ چرا؟ چون مسئله جدی بوده. تنز نداشته. نه به تنز. میدونی اگه یه قهوه فوری بره پیش یه تراپیست چی میگه؟ میگه دکتر احساس ناکافی بودن دارم. میدونی تو چه کشوری آروم راه میرن؟ چه کشوری؟ اسلواکی. وای. میدونی کبوترها روی سنگ قبرشون چی می نویسن؟ پایان آمد این کفتر. خدا رحمتش کنه. همیشه وقتی بارون میومد حضرت سلیمان ناراحت بود. میدونی چرا؟ چرا؟ گناه داری؟ آخه تازه رفته بود قالیشویی. یه سامورایی بوده به تنهایی 16 نفر حریف بود. خب هیچی دیگه، یه روز 17 نفر میفتن سرش میگه. یه روز یه ماشینه میره تو جدول حل میشه. اگه نیوتن رو برعکس کنی چی میشه؟ چی میشه؟ هیچ چیزی میونش.